زن اگر خیانت کرد، یعنی با فکت و دلیل ثابت شد که زن خیانت کردگی است، در این صورت برای مرد جایز است که همین خیلی زن طلاق شدیه، خب، و با همسر دیگر ازدواج بکنه. اما به هیچ رو جایز نیست که او را به قتل رسانه. به قتل رساندن یک انسان یه حق شما نیست. خب، اما اگر زن توبه نصوح صادقانه کرد و اظهار پشیمانی کرد و قول داد که من دیگر هرگز به این خیانت دست نمیزنم، در این صورت اگر مرد با همین خیلی زن زندگی کنه و او را کنترل بکنه، مثلا مرد گناهگار نمیشوه، یعنی دیوس نمیشوه، بلکه اجر و پاداش هم میگیره انشاءالله. خب، علاج واقعه پیش از وقوع میگن، یعنی پیش از این که همین زنت خیانت میکنه کمی با او رسیدگی بکن، با او توجه بکن، اظهار محبت بکن. خب، نه به هر صورت اگر من باوری دارم همین مردها با همسرای خودشون خوب رسیدگی بکنن، اظهار محبت بکنن، با او وقت جدا بکنن برای همسرشون، من باوری دارم که هرگز همسر به خیانت دست نمیزنه. ولی برای این زنها ننگ بزرگی که کمی اگر توجه نبینن ای همسرشون میرون خیانت میکنن. پناه به خداوند از این خیلی زنهای خیانتکار.